اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 282 سوره بقره. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. این آیت شریفی که ما و شما آیت 282 را میبینیم بزرگترین آیت در قرآن عظیم الشان است و بزرگترین آیت در قرآن عظیم الشان در موضوع اقتصاد است. یعنی یکی از آیاتی که بسیار آیت طویل است و احکام زیادی را شامل میشه، این آیت است که الله متعال این را بیان کرده و درباره اقتصاد اسلامی هست. شما بعضی اوقات شاید در بعضی از پانتونها، در بعضی از مکاتب یا در بعضی از مجالس و محافل و تلویزیون ها و رسانه ها بشنوین که اسلام با اقتصاد ارتباط نداره یا اسلام توجه به اقتصاد نداره. اینی تبلیغای دشمنای اسلام هست یا تبلیغای کسایی است که اونا همو فکر خودن از فکر دشمنای اسلام گرفتن. اما حقیقتش اگر شما ببینین، این ما و شما ببینیم که بزرگترین آیت در قرآن عظیم الشان آیت است که در مورد اقتصاد است که ما و شما میخوانیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان. الله متعال میگه که ای مؤمنان، اذا تداینتم، وقتی که شما معامله دین یا قرض بکنین. یعنی بزرگترین معامله در مسائل اقتصادی مسائل قرض است که بسیاری وقتا مثلا یک نفر خودش کار میکنه، سرمایه نداره، با قرض میگیره و سرمایه گذاری میکنه، و یا کسایی هستن که سرمایه دار هستن، برای مالک شرکت یا کسی که پروژه میسازه برای او قرض میته. متوجه هستین؟ و یا هم مسئله بانک ها هستن که اکثر از اینا داد و ستودشان مسائل قرضی هست. الله متعال میگه که یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اذا تداینتم، وقتی که شما معامله قرضی را انجام میتین، بدینین به کدام قرضی، الی اجل مسمى، با یک مدت معلومدار و مشخص، فاکتبوه، پس شما اول کاری که میکنین که امر الله هست، شما این نوشته بکنین. یعنی در مسائل اقتصادیتان همیشه باید چی باشه؟ نوشتن باشه، و به خاطر از که پسان بر شما کدام منازعه و مشاجره و جنجال پیش نشه. ولیکتب، و باید بنویسد، امیر بینکم، در بین شما، کاتبون، یک نویسنده، کسی که خوب نوشته کرده میتونه و دقیق است، بالعدل، لکن امین نویسنده باید ات مسلمان باشه که عدالتکار باشه، یا انسانی باشه که عادل باشه که امو چیزی که شما میگین امور نوشته بکنه. ولا یعبا، و ابا نورزد از نوشتن سند قرض، کاتب، نویسنده، ان یکتب، این که نوشته کند، کما آنچه که علمه الله برازی تعلیم داده. فلیکتب، پس باید که نوشته بکند. ولیملل، باید که املا بگوید. الذی، خب آلی خود نوشته میکنه، آلی را کی املا بگوید یا کی اقرار بکنه؟ اقرار باید از کی بگیری که اون نوشته میشه به اساس زبان از اون نوشته شود. ولیملل، و یا اقرار بکنه و یا املا بگوید. الذی، او کسی که علیه بالای از او است، الحق، و حق، یعنی امو کسی که قرض میگیره او باید بر از این نفر بگوید که من از فلانی شخص به قدر پول قرض گرفتم و ما ان شاء الله قرض از این به این مدت گرفتیم و در فلانی وقت این قرضش پس برش میتم. این سه چیزا باید این خود همین شخص، همین کسی که قرض گرفته، این باید نوشته از زبان از این نوشته شود و وقتش هم باید تعیین بکنه با موافقه همون جانبه که قرض دادن، مدتش هم، اندازهش هم بگوید و همچنان مدتی که پس بازی رو برازی چه وقت میته، این کل گپایش باید بیان بکنه. و خب علیه الحق، و بالای کسی که محق است، یعنی منظور بالا اینجا حق منظورش قرض است، بالای کسی که قرض است. ولیتق الله، و بترسید شما از الله متعال، یعنی بترسید امی شخص از الله که ربه، پروردگار از او است، خلق کننده از او است، روزی دهندهش است. از این باید این شخص از الله بترسه. ولا یبخس، و کمی نکند، منه، از امی، شیئا، چیز را. تو نکنه که مثلا از امو مقدار یا از او چیزا این کاتب کمی بکنه و غلطی بکنه یا این شخص کم بگوید. فان کان الذی علیه الحق، پس اگر باشد او کسی که مثلا بالاش حق است، همین کسی که قرضدار هست، قرض میگیره، این چی باشه؟ سفیه باشه، نادان باشه، او ضعیفا، یعنی کم عقل باشه، او ضعیفا، یا ضعیف باشه، توانایی امی املا گفتن و همین چیزا را نداره، اولای استطیع، یا نمیتواند ان یمل، که املا بگوید، هو خودش، فلیملل ولیه بالعدل، پس املا بگوید کی اقرار بکنه ولی ازی، سرپرست ازی، بالعدل، به عدالت. میشه همین شخص طفل باشه یا خرد باشه یا کوچک است یا نمیفهمه یا کدام مشکل دیگه داره، پس ولی ازی، سرپرست ازی، به شکل عادلانه ایره چی میکنه؟ املا میگه. واستشهدوا، و وقتی که دیگه حکم الله چی است؟
بر علاوه از اینکه شما نوشته میکنین، در وقت نوشتنتان شما باید چی بگیرین؟ شاهد بگیرین که اگر کدام وقت این شخص انکار میکنه باید و شاهدا باید چی کنن؟ حق بگن. واستشهدوا و شاهد بگیرین شهیدین، دو شاهد من رجالکم از مردانتان، فان لم یکونا، پس اگر نبودن رجلین دو مرد، اگر دو مرد نبودن چی کنین؟ فرجل، پس شاهد بگیرید یک مرد، و امرأتان و دو زن، ممن از جمله کسانی که ترضون راضی باشید، من الشهداء از شاهدان، ان تضل، ای که اگر فراموش کند، احداهما یکی از یعنی اگر شما اگر فإن لم یکونا، یعنی اگر نبودن، یعنی شما دو شاهد مرد نیافتین، فإن لم یکونا، پس اگر نبودن دو شاهد مرد نیافتین، چون در مسائل اقتصادی و در مسائل تجارتی و تراک زیادتر مردها سر و کار دارن، خانمها زیادتر در مسائل دیگه که مربوط به خانمها زیاد میشه در او زیاد سر و کار دارن. خب اگر در این مسئله دو مرد نیافتین، فرجلون، پس یک مرد شاهد شوا و دو خانمان بگیرین، یا هم درست است. چرا خانم ها مثلا دو تا بگیرین؟ ممن ترضون، از کسانی که شما راضی میشین از شاهدا، ان تضل، اگر فراموش کند احداهما یکی از این دو زنها، فتذکر، پس به یادش میته کی؟ احداهما یکی از ایشان، الاخرى دیگرش را. این در صورتی که اگر باز یکی از خانم‌ها فراموش کردن، چون در مسائل اقتصادی و مسائل که است اگر اینا فراموشی داشتن یا نمیتونست چی شود، باز میشه و خانم دیگه بر ازی چی کنه؟ به یادش بیاره که خواهر وقتی که ما شما شهادت دادیم این قدر 200 کانتینر بود، اینقدر 2000 پای ماشین بود، این 3000 قطعه وسایل بود، این برش یادآوری میکنم. از این خاطر در مسائل محکمه و ترا باز این تنها نمیمانه. یعنی این در حقیقت مثل که زن دیگه به همراه ازی مثل که کسی بادیگارد میگیره، این تقویت میکنه، قوی میسازیشه. ولا یأبى الشهداء، و با نورزند شاهدا اذا ما دو، وقتی که اینا دعوت میشن. مسئله شهادت که است در بعضی مسائل است که اونجا زنها مثل مسائل تجارتی که سختی هست، باز اگر اینجا انکار میشه و بالاخره باز کانتینرها باز میشه و جنجال میشه و شاهدا برده میشن و مثلا پیش قاضی میره و پیش سارنوال میره، پیش چیزا میره. از این خاطر زنها، نه به خاطر از اینکه زنها را مثلا حقوقشان تلف شود، شهادت حق نیست. شهادت یک تکلیف است، یک مکلفیت است. بعضی اوقات بحث میشه بحث حقوق زن. ما و شما باید بفهمیم فرق از بین حق و بین تکلیف. حق چی هست؟ حق ما و شما حقوق میفهمیم که هر کس حق خدا داره، حق زندگی، حق رعایت، حق مال، حقی. این خود زن و مرد هر کس حقش معلوم است. مثلا اگر 1 لک مرد سرمایه داشته باشه حق خدا داره، اگر زن هم 1 لک داشته باشه اینجا حق عام است، مساوی هستند. یا حق زندگی هست، زن هم حق زندگی داره، مرد هم حق زندگی داره، مساویانه. تو نیست که بگیم زن کم حق زندگی داره، مرد زیاد حق زندگی داره. حق مالکیت مساوی است، حق زندگی مساوی است، حق دینداری مساوی هست، حق صحت مساوی هست. متوجه هستین؟ اما در مسائلی که اینجا این حق نیست، این چی است؟ این تکلیف است. الله متعال بعضی کسا را از بعضی تکالیف عفو میکنه. اینا اگر در یک جای یک مشکل در شهادت پیدا شد، مثلا یک جای قتل میشه، در اینجا الله متعال میگه این مسائل قتل هیچ زنا را در این مسائل پیش قاضی و محکمه و پلیس جای نبرین. چرا؟ به خاطر از اینکه او حداقل توانایی دیدن از رو نداره. این قاتل وقتی که قتل میکنه، او قاتل بعضی اوقات اخطار میته. پس این شهادت که است، این حق نیست، یک تکلیف است. از این خاطر تکلیف مردها بیشتر است نسبت به تکلیف خانمها. چرا؟ به خاطر که توانایی مردها بیشتر است در این مسائل، در کل چیز نه، در این مسائل که مربوط به مسائل تجارتی و باز کردن 100 کانتینر است، میری هر کانتینر که باز میکنید دستای مثلا بعضی اوقات شما سعی کنین که کسایی که در راستا کار میکنن دستایشون چطور شخم میشه و قوی میشه و زامت میبینن و برف است و باران است و بعضی اوقات کانتینر از اون طرف میایه و از این طرف مثلا یخ است و خنک است و چطور است. پس وقتی که این مسائل شهادت داده میشه بسیار سرگردانی و جنجال است، خصوصا دعوا و گپا که شود. از این خاطر الله متعال این قسم یک حکم بیان کردم. خب و در صورتی که باز ولا یأبى الشهداء اذا ما دعوا، از این خاطر الله متعال میگه که اگر باز شاهدا لا یأبى ابا نورزند شاهدا اذا وقتی که دعوت شوند یا خواسته شوند به شهادت. بعضی اوقات مثلا
هم جانب مقابل انکار میکنه، میگه هیچ بر من مال ناورده، یا این مالا رو بر من نداده، یا در فلانی جای بر من این کار نکرده بود، یا این سندش غلط است یا چطور است. پس اینجا می کسایی که شهادت دادن باز اینا از شهادت خود ابا نورزن که ما وقت ندارم، بیکار نیستم. اذا ما وقتی که اینا دعوت کرده میشد ولا تسأموا، و شما خسته نشین، ان تکتبوه، این که نوشته کنین ایره، صغیرا او کبیرا، خواه این قرض کوچک باشه یا بزرگ باشه. اما ما و شما بسیاری وقتا که در مصیبت ها مفتیم، به خاطری نمیده مصیبت ها مفتیم که قرض میتیم، از نوشته کردن حکم الله میشرمیم، از گرفتن شاهد میشرمیم. وقتی که احساس خستگی میکنیم، برو حالی کی نوشته میکنه و حالی چطور میکنه، برو من سر تو اعتبار دارم، همون نفر که سرش اعتبار میکنی دیگر روز همون انکار میکنه، باز که از همون در کلان جنجال میفتی. اگر امر الله را از اول مراعات بکنی، برش بگی خب برادر قرض میگیری، چند روپیه کار داری، این قدر، چه وقت باز برام میتی، اینی وقت برات میتم، کی شاهد باشه، اینی نفر. اینا وقتی که باشه باز دیگه روز قرض تا مطالبه میکنی، همون دو نفر شاهد یا کسایی که هستن اینا چی میکنن؟ اینا خب بازی نمیگه او برادر خودت برام ما گفتی که در 6 ماه میتم، و خودت اینش ما رو شاهد گرفتی، بتی پیسه از اینا باز به جنجال میشه. الله متعال میگه ولا تسأموا، و خسته نشوین، نه شما احساس خستگی بکنید، نه قرضدار قار شوه، نه قرض گیرنده قار شوه از حکم الله. چرا نشته میکنی، چرا شاهد میگیری؟ او برادر این امر الله هست، این در قرآن ثابت است. ولا تسموا، و خسته نشوین، اکتبوه، ایره که نوشته بکنین، صغیرا کوچک یا قرض کوچک باشه، او کبیرا یا قرض بزرگ باشه، الی اجلی، تا زمان محددش. ذالکم، امی کار که است، امی حکم که است، امی کار که شما میکنین، اقسط و بسیار خوب عادلانه هست. نوشته کردن و شاهد گرفتن و تعیین وقت و تعیین مدتش و تعیین چیزش کلش، این میگه به نزد الله بسیار، میگه این عادلانه هست به نزد الله. و اقوام، و بسیار مناسب است للشهادت، برای شهادت دادن، که باز این نفرها باز این خوب شهادت بدن و این باز ثابت شود. باز اگه قرض نمیته پیش قاضی میری، باز شاهدام داشته می باشی، خطا می داشته باشی، سندام می داشته باشی. و ادنا، و نزدیکترین راه هست الله ترتابی، که شما خودتان در شک در جنجال نفتین. بعضی اوقات بینشان جنجال میشه، نفر فکر میکنه ما برای 1.5 لک دادیم، اون میگه نه تو 1 لک دادی، اون میگه 1,20,000 دادی. این قسم بعضی اوقات جنجال پیدا میشه دیگه، به خاطر که شما ای در شک و در جنجال دیگه پا نفتین. الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم، الا مگر ای که ان تکون باشه تجارتا حاضرتا، خرید و فروش حاضر عاجل همیشه باشه بدون قرض. اگر تجارت بدون قرض بود که مثلا یک چیز میفروختی اما متعادل برش میدادی، اگر چی دو هم نوشته شود سند و شاهد باشه خوبتر است. اما اگر در او باز ندادین، شما این انجام بدین بینکم در بینتان که مسائل قرضی نیست، فلیس علیکم جناح، پس بالای شما گناه نیست ان لا تکتبوها، که این نوشته نکنین. و اشهدوا، و شاهد بگیرین، اذا تبایعتم، وقتی که شما خرید و فروش میکنید، ولا یضار، و ضرر رسانده نشود، کاتبون برای کاتب، ولا شهیدن، و نه هم به شاهد، یعنی کسایی که از دو طرف هستن نه به نویسنده ضرر برسانن و نه هم برای شاهدای ازی ضرر برسانن که باز برای او بگوین که تو خوب کار نکردی و چطور کردی و تو چی و تو کلانکاری میکنی و تو را میکنی. نه میگه برای او ضرر نرسانین، کار حق هم میکنن، شما هم باید به حق تسلیم باشین. و این تفعلوا، و اگر ضرر برسانید، فانه، پس امی کار، فسوق، بکم شما خارج شدن شماست از شریعت الله، گناه هست، گمراهی هست. واتقوا الله، و بترسید از الله، و یعلمکم الله، و الله شما را تعلیم میدهد. والله، و الله متعال بكل شیء علیم، اسماء صفات الله را به یاد داشته باشین که الله متعال بر هر چیز عالم است. وحدانیت الله را در هر وقت به یاد داشته باشید. و این کنتم علی سفر، خب حالا یک سوال میشه، میگه ما در جای سفر میکردیم، همیشه مسائل قرضی برابر میشه و شاهد هم نیست و مثلا یا کاتب نیست یا چطور است، چی کنیم؟ و این کنتم علی سفر، اگر شما میگه الله متعال میگه اگر در سفر بودین، ولم تجدوا کاتبا، باز شما کدام نویسنده یا کاتب نیافتین، فرهان مقبوضه، پس شما باز گروی بگیرین. رهن شرعی، گروی شرعی با گروی رواجی فرق میکنه. ما و شما در افغانستان که هستیم، اکثرا روز دیگه هم براتون گفتم که اصطلاحات تغییر میتن، یک اصطلاح یک معنا را میته و آمدن به مطابق رواج خود دیگه معنا را جور کردن. او اصطلاح شرعی بیخی یاد مردم رفته. مثلا تعویض شرعی کدام یکیست و تعویض رواجکی چه قسم است؟ تعویض شرعی هست که با زبان تو اعوذ بالله بگویی، یا برای کسی بگویی که اعوذ که من تو را پناه میدهم، به زبان بگویی.
سوره فاتحه را سر خود بخوانی یا سوره فاتحه را سر زو بخوانی یا موعظتین بخوانی، این را تعویض میگه. تعویض زبانی هست. اما در افغانستان حال فعلا این کلمه تعویض زبانی بیخی میفهمه مردم؟ نه. کدام مجرد که بگوی تعویض عاجل در ذهن چی میآید؟ اگه بگوی کباب خوب میفهمن، اصطلاحات وطنی را خوردنی را خوب دقیق یاد داره. اگه بگوی کباب میگه تکه یا شامی، تندوری یا چطورکایی، وقت در ذهنش همون کباب خاص میه. اما اگه برش بگوی تعویض، باز تعویضی که رسول الله صلی الله علیه و آله کرده و هیچ یادش نیست. چرا در اینجا فالبینا زیاد کار کردن، یهود زیاد کار کردن، اون دوایی که تعویض میتن کاغذا نوشته میکنن، جادوگری میکنن، اینا زیاد کار کردن. اینا در ذهن مردم اون رواج اون دوها هست که پیشش بیری کاغذ است و قلم است و مواد رنگ زرد است و این گپا هست، قاط کردن است، این گپا است، دگردن انداختن است. اینه میخواستم که تعویض شرعی فراموش مردم شده. اینه میخواستم مثلا آل در مسئله گرو رهن شرعی فراموش مردم شده. رهن شرعی چی هست؟ مثلا من شما را میگم برای من 50,000 قرض بده. از نگاه شرعی خودت حق داری سر ما وقتی که اعتبارت نمیایه یا میخوای که همین قرض تو با وقتش برسه، من میگی خیلی استاد همین کامپیوترتون برای من بتین. همین کامپیوتر شما پیش من امانت میباشه. چی میباشه؟ امانت. پس تو از کامپیوتر ما حق نداری استفاده کنی از نگاه شرعی. پس همین کامپیوتر همون امانت پیشت نگاه میکنی، پوشش میکنی، در بین بکس میمونه، پیش نگاه میکنی. روزی که من بعد 50,000 پر آوردم چی میکنی؟ برای من همین کامپیوتر ما پس میتی. حالا میگه نه این قسمی نیست. حالا چال جور کردن که تو اصلا کار داری کامپیوتره، تو در قصه من نیستی. سابق که بود مشکل کی داشت؟ مشکل همون کسی که قرض میگرفت او مشکل داشت. حالا او تو خودت مشکل نداری. حالا میخوای که کامپیوتر مرا چه قسم مفت و کلزی استفاده بکنی؟ 50,000 تا هم در جیبکت باشه. میبر من میگی 50,000 بده، این استاد بگی 50,000 کار داری، قرض آسا بین ولی مشکل دارم، بده کامپیوتر که دادمت، دیگر صاحب کامپیوتر میگیری. این حال کامپیوتر میگیری خوب یک کونه و تکت تکش میکنی، باز 50,000 تا هم دیگر روز میگیری. این رهن شرعی نیست. رهن شرعی اوست که اینجا در قرآن میگه اینمیست گروی که تنها مال در پیشت حفظ میکنی. به خاطر چی؟ به خاطر که قرضت به وقتت این مثل امانت واره پیش تو میباشه. خب اگر شما نداشتین علا سفر، اگر شما در سفر بودین ولم تجدوا و نیافتین کاتبا، یک کاتب یا نویسنده را، فرهانون، پس شما گروی یا رهن بر اساس رهن قرض بتین که چی کنی؟ یک امانت پیشت بگیری مقبوضتون که همون جنس گروی رو چی کنی؟ قبض کرده باشی. او را پیشت قبض میکنی ولی از او استفاده نمیکنی. اللهم الا در حالات میگه استفاده اجازه هست که اگر مثلا او گاو باشه یا گوسفند باشه که تو بر از او علف میتی، باز وقت مجبور هستی که از شیر از او چی کنی؟ استفاده کنی، منتها در مقابلش چی میکنی؟ این مسائل باز در علمایی که زیادتر تفسیر میتن در کتابای حدیث و در کتابای فقه بیشتر تشریح شدن. فرهان پس گراوی رهن بگیرید مقبوضتون که امو جنس شما قبض کرده باشید. فان امن بعضکم بعضا، اگر اعتماد کرد، اینجا امن به معنای از غلطی از او در امنیت بودین، یعنی اعتماد کردین بعضکم بعض شما علی بعض بعض دیگه‌تون، فلیؤد الذی اؤتمن، پس ادا بکنه او کسی که تو سر از او اعتماد کردی. بعضی اوقات انسان سر یک کسی به خاطر دوستیش اعتماد میکنه که والا این پیسه را برای میتم برو ان شاء الله بدون نوشتن و بدون شاهد تو را هم حق مرا پس میده. پس امی کسی که الله متعال میگه فلیؤد، پس ادا بکنه الذی، او کسی که اؤتمن اعتماد بالای شده هست، امانته، امانتش را، یعنی چیز امانتی از را. ولیتق الله، و بترسد از الله، ربه که رب عزیز، ولا تکتموا، و پوت پنهان نکنید، از شهادت را، و من یکتمها، و هر کسی که می پوشاند امی شهادت را، فانه، پس یقینا که امی شخص آثم، گناهگار است، قلبه قلبا، یعنی قلبا ای گناهگار است. والله، الله متعال بما تعملون، به آنچه که عمل میکنین، علیم، بسیار عالم است. الله متعال موضوع دیگر را بیان میکنه که بیان توحید تصرف است.
بعضی کس ها شرک در تصرف دارن. شرک در تصرف چی است؟ یک کسی میگه که آسمان فلانی کس نگاه میکنه، این زمین فلانی کس نگاه میکنه، این کور فلانی کس نگاه میکنه، شهر کابل فلانی شخص نگاه میکنه، مثلا مزار فلانی شخص نگاه میکنه، غزنی فلانی شخص نگاه میکنه. الله متعال میگه این شرک است در مالک متصرف الله هست. شرک در تصرف است که شما این گپا رو میزنین. لله، برای الله هست، تخصیص است، خاص است. وقتی که لام جمع علما میگن که علما میگن لام برای تخصیص است، یعنی خاص است حاکمیت، خاص است نگه داشتن، خاص است تصرف. برای کی؟ برای الله هست، یعنی مالک متصرف خاص الله هست که او الله چی میکنه؟ ما فی السماوات، آنچه که در آسمان ها هست و ما فی الارض در زمین است، کل زیر الله حفظ میکنه. هم مالکش الله هست، هم محافظ از کی است؟ الله هست. پس شما شرک در تصرف نکنین. و این تبدو، و اگر آشکار کنید، ما آنچه که فی انفسکم در نفسهای شماست، او تخفوه، یا پنهان یا پوشیده نگه دارید آن را، یحاسبکم، محاسبه میکند شما را، بهی به آن الله متعال شما را محاسبه میکنه. فیغفر، پس میبخشد، لمن یشاء، برای هر کسی که خواسته باشد، و یعذب، و عذاب میکند، من یشاء، هر کسی را که خواسته باشد. والله، و الله متعال، علی کل شیء، بر هر چیز قدیر، قدرتمند است. اینال الله متعال شما را چی میکنه؟ آن چیزی که در نفسهای شما میگرده. خب آل اینجا یک سوال پیدا میشه که وقتی که الله قدرتمند است، در نفسهای ما بعضی از گپ ها میگرده، آیا الله ما را محاسبه میکنه؟ اینجا علما میگن چند سخنا هست. اولی است که مثلا در دل شما یک وسوسه گشت، لکن این وسوسه شیطانی هست، سر از هیچ حساب نکنین. شیطان بعضی اوقات وسوسه ها را میپرته، این وسوسه های شیطانی را حساب نکنین. از این خاطر الله متعال سر از شما را مؤاخذه نمیکنه. بعضی اوقات وسوسه ها هست، این وسوسه ها چی است که احیانا شیطان میخواد که یک ضرر بسیار کلان بر تو برسه، او را رسانده نمیتونه، باز اوش چی میکنه؟ برای شما وسوسه میپرته. و در حدیث شریف است که میگه رسول الله میگه الحمدلله الذی رد کیده الى الوسوسه، میگه الحمدلله که اون مکر و فریب شیطان به یک وسوسه امر از او خلاص کرد. یک وسوسه یک در دل من انداخت، تو وسوسه هم گم میشه. الثانی، این است که یک نفر از نگاه فکری فکر میکنه به انجام دادن یک کار حرام. اگر یک نفر قصد کار حرام کرد، این محاسبه میشه و یا محاسبه نمیشه. اولی است که یک نفر قصد حرام میکنه، لکن پس امو کار حرام به خاطر رضایت الله او را ترک میکنه. الله متعال ایره باز در مقابل ازی ثواب میده. چرا؟ قصد حرام کرد، لکن پس او را چی کرد؟ با نیت خوبش چی کرد؟ او را ترک کرد. پس الله متعال میگه که ایره ترک کرد به خاطر چی؟ به خاطر ما. پس الله متعال او را اجر میده در مقابل ازی. دوم کسی است که مثلا یک جرم میکنه، یک قصد میکنه یک گناه را، لکن این قصد نه به خاطر رضایت الله، بلکه به خاطر کدام ترس یا خوف دیگه که چی میکنه، یا به کدام علت دیگه امو گناه را نمیکنه دیگه. این چی است؟ اینجا میگه برای نه ثواب نوشته میشه نه اجر نوشته میشه. چرا که این معصیت، ترک معصیت اگر به خاطر الله باشه اجر داره، اما اگر به خاطر کدام مقصد دیگه باشه، باز در مقابل ازی ولو که گناه نیست اجر هم نیست. قسم سومی است که یک نفر این تمنا میکنه و حریص میباشه، لکن زورش نمیرسه که امو گناه را انجام بده. باز این نفر به خاطر اینمی نیت جدی که داره بر ازی جزا داده می شود. از این خاطر در حدیث شریف میگه که اذ التقى المسلمان بسیفیهما فالقاتل والمقتول کلاهما فی النار. دو نفر برادر مسلمان هستن، یا هم چاقو را کشید یا هم چاقو را کشید، دو تا مسلمان ها چنگاو شدن، سر برف بام جنگ کردن یا سر یک مسئله عادی جنگ کردن، اردوشان کارد و چاقو را کشیدن یکی دیگه خدا. رسول الله میگه اردوشان در دوزخ است. میگه قاتل خدا دوزخ است، مقتول چطور؟ میگه به خاطر که مقتول هم قصد داشت که بکشه، لکن زورش نرسید بکشه. اگر زورش میرسید چی میکرد؟ میکشت. پس بر ازی در مقابل ازی جزا داده میشود. خب آل موضوع دیگه اعتقادی را میاره که وقتی که بعضی احکام نازل میشد، اینال فرق بین یهودیا و بنی اسرائیل و مسلمان ها چی است؟ که یهودیا میگفتن سمعنا و عصینا، ما شنیدیم و فرمانی کردیم. اما مسلمان ها چی است؟ میگه مسلمان ها کس عادتشان این است که آمن الرسول، و ایمان آورده هست رسول الله صلی الله علیه و سلم، بما انزل الیه، به آنچه که نازل شده به سوی او من ربی، از جانب ربش، والمؤمنون، و تمام مؤمنان، کلن همگی،
همه از مسلمانان آمنه ایمان دارن، مسلمان های واقعی را بیان میکنن که صفات مسلمان های حقیقی که الله اونها را در جنت میبره و ایمان از اونها را قبول میکنه چی صفت دارن؟ کل تمامی از اینا آمنه ایمان می داشته باشن بالله اول، به وحدانیت الله ایمان می داشته باشن، الله را در ذاتش، صفاتش، افعالش، عبادتش، اطاعتش، در کل ازی ایمان می داشته باشه، به وحدانیتش و مطابق از عمل میکنن. و ملائکتی و به تمام ملائکه ایمان می داشته باشه، و کتبه و به تمام کتابهای الله ایمان می داشته باشه، و رسوله و به تمام پیغمبرهای الله ایمان می داشته باشه. لا نفرق، و بازی مردم ها چی میگن؟ میگه لا نفرق، ما فرق نمی کنیم بین احد من رسول، در بین یکی از پیغمبرایش. و قال و میگن سمعنا، ما شنیدیم، و اطعنا و اطاعت کردیم، غفرانک، مغفرت تو را میخواهیم یا الله، ربنا ای پروردگار ما، و الیک المصیر، و به سوی تو بازگشت است. یعنی ما در بین پیغمبرها در ایمان آوردن و پیغمبرها فرق نمی کنیم که یک پیغمبر بهش ایمان داشته باشیم و دیگه پیغمبر ایمان نداشته باشیم، یا یک پیغمبر معصوم بگوییم و پیغمبر دیگر بگوییم غیر معصوم است، یا یک پیغمبر بسیار احتیاط بکنیم در قسمت پیغمبر دیگه باز بخیزیم فیلمایش جور بکنیم و از عکس از سرخی و سفیده و گپا رو جور بکنیم باز بگیم که این صاحب پیغمبر است. اینال اینی بی ادبی ها را ما نمیکنیم. همین قسم که پیغمبر خود بی ادبی نمیکنیم، در مقابل دیگه پیغمبرها هم بی ادبی نمیکنیم. لا نفرق بین احد من رسوله، از پیغمبران الله. و قال و میگن سمعنا، انسان های مسلمان وقتی که برشان آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و خوانده شد، چون ایمان دارن به قرآن و سنت، چی میگن؟ سمعنا، شنیدیم، و اطعنا و اطاعت کردیم، غفرانک، آل که شنیدی و اطاعت کردی، آل با وجود اینکه تو حق شنیدی و اطاعت کردی از الله مغفرت میخوای، میگی غفرانک، مغفرت تو را میخوایم، ربنا ای پروردگار ما، و الیک المصیر، یعنی انسان نیازمند مغفرت الله هست، پس ربنا ای پروردگار ما از تو مغفرت میخوایم، و الیک المصیر، و به سوی تو بازگشت ما هست. یا الله، با وجود از اینکه میشنویم و اطاعت میکنیم، مغفرت تو را هم میخوایم و عقیده داریم که بازگشت به طرف تو هست، پس به این خاطر ما اطاعت الله را در هر حالت میکنیم. الله متعال باز چی میگه؟ الله متعال لا یکلف الله، مکلف نمیسازه الله متعال، عدالت الهی است که مکلف نمیکند نفسا هیچ نفسی را الا وسعها، مگر به چیزی که انسان توانایی داشته باشه. الله متعال مکلفیت انسانها را به اساس چی ساخته؟ به اساس تواناییش. از این خاطر بعضی کسایی که در تکالیف توانایی نداره با سر از اونها فشار زیاد نیست. مثلا اگر یک مرد مسلمان تارک جماعت باشه در جمله منافقا نوشته میشه، کسی که جماعت ترک میکنه به جماعت نمیره. اما اگر یک زن مسلمان به جماعت نره این منافق نوشته نمیشه. چرا؟ به خاطر که زن مسلمان کس شو مثلا از خطر میترسه، یا مثلا طفل داره، یا مثلا دیگش میسوزه. پس الله متعال مکلفیت زن کم ساخته، مکلفیت مرد چی ساخت؟ زیاد ساخته. از این خاطر الله متعال اینه، چرا؟ به خاطر عدالت الهی است. لا یکلف الله، مکلف نمیسازه الله متعال نفسا هیچ شخصی را الا مگر وسعها، به اندازه تواناییش، لها برای اوست ما کسبت. اینال اگر انسان یک عمل خوب میکنه الله برش اجر میده، و علیها، و بالای او نوشته میشه ما آنچه که اکتسبت، او اعمال بد میکنه. کسبت و اکتسبت چی فرق داره؟ که اعمال نیک آسان است، مسجد حلال چی است؟ مسجد مثلا می درس میخوانی مفت است، وضو میکنی وضوخانه مفت است، مثلا روزه میگیری مفت است، تقوا میکنی مفت است، عبادت میکنی مفت است. اینا کل ازی آسان است، تو با آسانی میتونی که یه چی کنی. اما گناه ها که است بازی مکتسبت، او باز انسان زحمت زیاد میکشه. یک نفر که مثلا میخواد که شراب بخوره، شراب خریدن سخت است، دکان شراب فروشی پیدا کردنش سخت است، پیسه باید داشته باشی، جای باید داشته باشی، دروغ بگویی، فریبکاری بکنی. پس از این خاطر این اکتساب میشه، یعنی بسیار با زحمت. متوجه هستین؟ پس الله متعال میگه در او کاری که آسان است، وقتی که تو به سادگی راه دین میگیری بعد اجر داده میشه، و در او کاری که تو قصدن میری و زحمت میکشی تا خود به گناه برسانی باز الله جزایش برات میده. این حال انسان های مسلمان الله درس میده، میگه شما همیشه دعاهایی را یاد بگیرین که در قرآن و سنت است. در دعاها و درودهایی که در قرآن هست، اذکاری که در قرآن و سنت هست، منفعت چی است؟ در اونجا خوبی چی است که اول ادب مراعات میشه، یعنی دعاهایی دو الفاظ شرکی نیست، حتی در درودهایش الفاظ بسیار خوب است.
اما کسی که باز از دل خود جور میکنه، حتی در دعاهایش ببینی، در اذکارش ببینی، در درودهایی که جور کردن، در هم که سهل کنی بعضی الفاظ یا افراد شده یا تفرید شده یا حتی شرکیات داخل کرده. پس الله متعال بر ما اذکار هم یاد داده توسط قرآن و سنت، دیگه دعاها را بر ما یاد داده، کل طریقاش یاد دادن. از این خاطر اینجا هم یکی از امی درس‌ها هست، میگه ربنا ای پروردگار ما لا تؤاخذنا، ما را مؤاخذه نکو، این نسینا، اگر ما فراموش کردیم، او اخطأنا، یا خطا کردیم و اشتباه کردیم. ای پروردگار اگر ما غلط کردیم، همین گناه هم که میکنیم ولو که قصدن هم کردیم، خدا میگه به خاطر عاجزی ماست، بیچارگی ماست، نفس ما سر ما غلبه کرده، شیطان سر ما مثلا حمله کرده. پس الله متعال میگه باید او تو دعا بکنی که ای رب ما، ای پروردگار ما، دست دعا را به کی بلند بکنی؟ دست دعا را به بارگاه الله بلند بکن، ربوبیت الله را فراموش نکن، مخلوق ربت نساز. چرا ما به بارگاه الله میگیم ربنا؟ یعنی ای خالق ما، ای رازق ما، ای روزی دهنده ما، ای شفا دهنده ما، متوجه هستین؟ ای زنده کننده ما، ای میراننده ما. ربنا لا تؤاخذنا، ما را نگی ان نسینا، اگر ما فراموش کردیم. سیکو حتی چرا میگه من یک نفر هستم دعا میکنم، میگه انسان مسلمان همیشه خیرخواه می باشه. وقتی که دعا میکنی با کلگی دعا بکن، الله رحمت بکنه. بازی دعایی که دو تو خیر میخوای، الله دعایت هم قبول میکنه و برای دیگرها هم چی میباشه. از این خاطر دعاها همیشه جمع میشه. چی میگیم؟ ربنا ای پروردگار ما لا تؤاخذنا، ما را مؤاخذه نکن، این نسینا، اگر فراموش کردیم، او اخطأنا، یا خطا کردیم. ربنا ای پروردگار ما ولا تحمل علینا، حمل نکو بالای ما، اسرا، ات یک بار سنگین از تکلیف را، کما حملته علی الذین، چنانچه او را حمل کردی، حملته کما چنانچه حملته و حمل کردی او را علی الذین من قبلنا، بر کسانی که قبل از ما بود. قبل از ما مثلا بنی اسرائیل وقتی که توبه میکردن گفت برین فقتلوا انفسکم، خدا بکشین، بعد از شما چی میشین؟ نجات پیدا میکنین. اما از ما و شما که هستن، الله متعال بسیار توبه را آسان ساخته. 2 بجه شب میخیزی، گریه میکنی، سجده میکنی، عبادت میکنی، الله توبه تا قبول میکنه. ربنا ای پروردگار ما ولا تحملنا، و حمل مکن برای ما آنچه را که لا طاقت لنا به، ما طاقت و توان از را نداریم. یعنی بعضی کاراست که پروردگار اگه ما را دوت یک امتحان قرار بدی که او باز طاقتش نداشته باشیم، شکست بخوریم، یا پروردگار ما را اما تو امتحان نکن، واعف عنا، و ببخش، عفو کن ما را، واغفر لنا، و مغفرت بکن ما را، وارحمنا، و بخش ما را، انت مولانا. حالا که دعا میکنی برش میگه که یا الله مولای ما، دوست ما تو هستی، فانصرنا، پس نصرت و کامیابی نصیب کن ما را، علی القوم الکافرین، بر قوم کافران. این بالای قوم کافران یا الله متعال تو ما را چی؟ نصرت از جانب خود است، برای ما نصرت تا چی کن؟ ما را نصرت بده. الحمدلله، شکر الله را بکشیم که الحمدلله صدها و هزاران بار و میلیون ها بار شکر الله که الله ما را توفیق داد که یک سوره از سوره های قرآن عظیم الشان بخوانیم. در این که مثلا ما و شما اگر بخوایم سوره آل عمران را شروع بکنیم، در سوره بقره، بین سوره بقره و سوره آل عمران چی فرق ها هست؟ در سوره بقره که است رد بود بالا یهود بنی اسرائیل که پیروان میگفتن خدا پیروان موسی علیه السلام میگرفتن، پیروان دروغی بودن. اما در سوره آل عمران وقتی که میگن اینجا باز رد از بالای نصارا، یک وفدی از نجران آمدن، تقریبا میگه 52 تن از علمای از اینا بودن، آمدن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و جر بحث که رسول الله صلی الله علیه و سلم شروع کردن. پس سوره آل عمران که است بنی اسرائیل زیادتر سر یهود بنی اسرائیل که خدا میگفتن که ما یهود هستیم و پیروان موسی علیه السلام هستیم، اونا را عیبایشان نگفت، بدیهایشان نگفت، زشتیهایشان نگفت و ما را بر ما و شما را معرفی کرد که ما خدا باید از این بدیها وقایه بکنیم.